در دوره سفر کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نورک ولایت ختلان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر نورک و فعالیت کارخانه استحصال خشت پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت جاویدان رسما آغاز بخشیده شد. کارخانه نوی صنعتی در دایره سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2026 از جانب صاحبکار محلی خالمراد تبرف بنیاد گردیده است. ساختمان کارخانه نوی استحصال خشت پخته در شهر نورک سال 2022 آغاز یافته، لایحه‌کش جمعیت دارای مسئولیت محدودی گروه مهندسانی لایحه‌ساز می باشد. مساحت کارخانه 2 هکتار بوده، در آن محصولات با صفت و رقابت پذیر استحصال کرده می شود. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه 15 ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. با شکرگزاری از استقلالیت کشور عزیزمان و اجرای سریع وقتی دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر یک کارخانه استحصال خشت پخته ساخته و استفاده دادند. با استفاده از سیاستی خیرتمندانه پیشوای ملت و تأمین هدف چهارم مملکت صنعت کنونی با سرعت کشور در آینده برای بلند برداشتن نشاندهنده کارخانه دستگاه تجهیزات زمانوی وارد نموده، دوره به دوره شماره کارمندان را زیاد نموده در پیشرفت مملکت عزیزمان حصه خود را می‌گذارم. لازم به ذکر است که کارخانه استحصال خشت پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت جاویدان فعلا به طور موسمی فعالیت نموده. اقتدار استحصالی آن در یک موسم تا 400,000 خشت می باشد. رهبریت نقشه دارند که در آینده فعالیت کارخانه را به طور دائمی به راه مانند و با وارد نمودن تکنیک‌های معاصر صحوی اقتدار استحصالی کارخانه را بالا برده باز ده‌ها جای نوی کاری تأسیس دهند. در دایره نقشه چاره‌بینی ها به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر نورک بنیاد 20 کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده تا امروز بیشتر آنها مورد استفاده قرار گرفتند.